تصویر پایین واقعا شگفت انگیزه. باورتون نمیشه بگم اگه چی توش وجود داره که انقدر برای من عجیبه. ببین این تصویر شاید الان چیزی به ذهنت نیاره، چیزی ازش متوجه نشی، اما وقتی زوم میکنیم یه نقطه کوچولو کوشه تصویره. حالا این نقطه چی هستش؟ ویدیو رو لایک کن تا بهت بگم. این نقطه زمین ماه. ببین نسبت به زحل چقدر کوچیک و ناچیزه. حالا این زحل خودش نسبت به دنیا واقعا کوچیک و ناچیزه. کلی ستاره، کلی سیاره، کلی کهکشان تو این دنیا وجود داره و که نشون میده دنیا چقدر بزرگه. انقدر بزرگ که تو ذهن ما جا نمیشه. حالا که متوجه شدی دنیا انقدر بزرگ و انقدر عظیم و شگفت انگیزه، یه سوال ازت دارم. اول دوست دارم صفحه گوشیتو خاموش کنی و هر چیزی که اومد تو ذهن تو حواست بهش باشه. چون سوال من اینه، چه چیزی توی ذهنتون اومد وقتی فهمیدی دنیا انقدر بزرگه و ما انقدر نسبت بهش ناچیزیم؟ چون